سلام دوستان، امیدوارم عالی باشید. چگونه ویدیوهای نماشا یا آپارات را در لایت باکس نمایش بدیم؟ خب من از کجا این مشکل برام به وجود اومد؟ مشکلم این بود که آقا من میخواستم یه ویدیو قرار بدم توی سایتم از نماشا یا آپارات، اما و میخواستم این ویدیو به صورت پاپ آپ برای من نمایش داده بشه، یعنی از لایت باکس استفاده بکنم. خب حالا توی یه مقاله جدا سعی میکنم تفاوت لایت باکس با پاپ آپ رو قشنگ به صورت کامل توضیح بدم. خب برای این کار من اومدم و یه کدی درست کردم و توی مقالم گذاشتم و میخوام برای مثال توی صفحه اصلی سایتم قرارش بدم. خب برای انجام دادن این کار شما اول یک کد HTML میندازید هر جایی که میخواید اون تصویرتون قرار گرفته شد. من کاملا به صورت تستی دارم این کار رو انجام میدم، اما شما حالا هر جوری که خودتون دوست دارید باید کانفیگ و تنظیماتش رو انجام بدید. خب یه کدی من اینجا توی همون مقاله‌ای که الان دارید این ویدیو رو مشاهده میکنید قرار دادم. این کد رو کپی میکنید و داخل این HTML قرار میدید. جای این کد یک لینک تصویر هست و یک لینک ویدیو که باید قرارش بدید. خب من یکی تصویر برای مثال اینجا لینکش رو بر میدارم و توی این کدم قرار میدم لینک تصویر. خب این آخرش حواستون باشه که این علامت قرار بگیره و برای شما کد به صورت کامل قرار بگیره. نگاه کنید این کوتیشن، این علامت که حالا اسمش یادم رفته، اسمش چی بود اینا، قرار بگیره حتما که تصویرتون بیاد. خب بعد از این که این کد رو وارد کردید باید لینک ویدیو هم رو داخلش قرار بدید. حالا لینک ویدیو چجوری داخلش قرار بدید؟ به این صورت که وارد کانال نماشا میشید، ویدیو مورد نظرتون رو اینجا اشتراک گذاریش رو میزنید، کد امبدش رو کپی میکنید و اصلا کپی هم نمیکنید، ولی چرا باید کپی کنید؟ کپی میکنید و توی یه نوتپد پیست میکنم که ببینیم چه جوری میشه. من اگه اینجا بزنم نوتپد، خب اصلا یه نوتپد جدید باز میکنم و لینک ویدیوی نماشا رو باید از اینجا کپی کنید. خب لینک ویدیوش کجاست؟ اینجاست. نگاه کنید https://www.namasha.com تا بالاخره این ایزنی که اینجا وجود داره این لینک رو کپی میکنید و مجدد میایید توی ویرایش نوشته خودتون و توی اینجا به جای لینک ویدیو قرار میدید. نگاه کنید لینک ویدیو رو میگیرم و پیستش میکنم. خب ویدیو من الان اینجا اومد. خب حالا اون کد دومی که در اختیار شما قرار دادم رو اینجا میزنم دونت. این کد رو کنترل آ کنترل سی و میایید وارد این قسمت تنظیمات کل صفحه میشید. توی قسمت پیشرفته این کد رو قرار میدید. خب و اگه بروز رسانی رو من اینجا بزنم، حالا این به صورت کاملا تستی بوده، حواستون باشه که حالا پیشنمایش هم میزدم خیلی بهتر بود، ولی حالا اینجوری کردم. سایت خودم شده کاملا سایت، میگن کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره، شده کلا سایت تست. نگاه کنید به صورت خیلی جذاب و خیلی خوشگل این ویدیو نمایشای من به صورت لایت باکس در اومد و میتونم حالا از این عکس برای مثال این عکس رو بذارم به جای این عکس و ازش استفاده بکنم به همین راحتی، به همین خوشمزگی. امیدوارم این آموزش
به کارتون بیاد، کاربردی باشه براتون. اگرم خواستید 0 تا 100 المنتور رو همراه من یاد بگیرید، حتما بیاید به کانال تلگرامم که حالا توی سایت خودم هم بگردید قرارش دادم، میتونید پیدا کنید. خب پیدا کنید و بیاید آموزش های من رو دنبال بکنید. فعلا خدا نگهدار.